درود به همه دوستان. به کانال یوتیوب کافه نجوم خوش اومدین. من یاسمین همدانی همراه پسرم بودین یک مراقبه بسیار شیرین و راحت برای شروع روز با شما به اشتراک میگذاریم. اگر یک بالش، کوسن و یا حتی مت یوگا دارید بیارین تا شروع کنیم. قبل از شروع در هر شرایطی که راحتین بنشینید. مثلا روی زمین، لبه کوسن یا بالش و یا حتی روی مت یوگاتون. و اگر دوست دارین میتونین لبه مبل یا صندلی هم بنشینید. البته طوری که کمر و گردن شما صاف باشه. در هر حالتی که نشستین سعی کنید ستون فقرات صاف باشه، چون ما برای حرکت پرانا یا نفس در بدن به انعطاف ستون فقرات نیاز داریم. شونه هاتون رو ریلکس کنید. آرام و قرار رو در وضعیت نشسته احساس کنید. و هر جا که دستانتون احساس راحتی میکنن همونجا بذارین باشن. شاید امروز دوست دارید کف دستا روی زانو باشه. یا کف دستا رو به سقف بگذارید. یا حتی شاید دوست دارید یه مودرا با انگشتانتون انجام بدین. مثلا نوک انگشت اشاره و نوک انگشت شست به آرامی همو لمس کنن و دست روی زانو باشه. به بدنتون گوش بدین. هر چیزی که امروز براش راحته همونو انجام بدین. در این لحظه، در این جایی که نشستین حضور داشته باشین و ذهن رو برای اون چیزی که کائنات ممکنه برای شما در نظر داشته باشه باز بگذارین. یک نفس عمیق بکشین و در همین حین چشمانتون رو به آرامی ببندید. کم کم نفس هامون رو عمیق و عمیق تر میکنیم. وقتی آماده بودین با یک دم طولانی به نرمی چونتون رو به سمت قفسه سینه بیارین پایین و بعد با بازدم بینی رو به سمت سقف ببرین بالا. دوباره چانه میفته و بینی میره بالا. سعی کنید با آگاهی نفس بکشید. وزش هوا رو در هر دم و بازدم در پره‌های بینی حس کنید. بعد از اینکه 3 بار این کار رو انجام دادین، حالا سر رو به سمت چپ و راست حرکت میدین. بعد از 2 بار به حالت نشسته با پشت صاف برمیگردیم. حالا هر 2 دست رو روی شکم میگذاریم. یکی بالای دیگری. یک دم عمیق میگیریم طوری که نفس تا جایی که دستانمون هستن بره پایین. دیافراگممون از هوا پر میشه و با بازدم خالی و کوچیک. به تنفس آگاهانه ادامه بدید. طول نفس هاتون رو قضاوت نکنید. هر چقدر که میتونید به دم و بازدمتون فکر کنید و آگاهانه انجامش بدید.
هر فکری که سراغتون اومد رو شبیه ابری که از بالای سر رد میشه نگاه کنید. به خودتون بگین بعدم بهش فکر میکنم. تمرکز و توجه رو دوباره برگردونید روی نفستون. تصور کنید این نفس‌های عمیق مود و احساسات شما رو بهتر و بهتر میکنن. حالا دستها رو دوباره در حالتی بگذارین که راحت هستین. هر بار با هر تنفس به صدای نرم و کیفیت اون برگردید. به نفستون توجه کنید. همینجا بمونید. نگذارین ذهن شما رو جای دیگه‌ای ببره. شما در این نقطه، در این زمان، در امنیت کامل هستید. به اینجا تعلق دارید. کمی در سکوت نفس بکشید. حالا کف دست‌ها رو به آرامی روبروی قفسه سینه در حالت دعا بگیرید یا میشه گفت آنجانی مودرا. سرتون رو به سمت قلب خم کنید و به خودتون این فرصت رو بدین که قصد و نیتی برای امروز تعیین کنید. میتونه یه جمله باشه یا یه خصوصیت خوب، چیزی که به اون در طول روز آگاه باشید. از کارهایی که باید انجام بدین چیزی انتخاب نکنید، اما یک حس یا یک انرژی رو انتخاب کنید که با اون در ادامه روز حرکت و زندگی کنید. حالا نفس عمیق‌تری بکشین و نیت خودتون رو تکرار کنید. اگر چیزی به ذهنتون نمیرسه، عشق رو انتخاب کنید. من عشق رو انتخاب میکنم. قلبم به گرمای عشقی که دریافت میکنم و میبخشم گرم است. یک نفس عمیق از بینی و یک بازدم عمیق از دهان نیمه باز بکشید. دوباره یک نفس عمیق از بینی و بازدم از دهان نیمه باز. به آرامی دست هاتون رو روی پلک ها بگذارید، یه لبخند بزنید و چشمانتون رو باز کنید. روز خوبی داشته باشید. نماسته.